اون صحنه معروف فیلم گرگ وال استریت رو یادت هست که پولها رو پرت می‌کردن هوا؟ خیلی باحال به نظر می‌رسید نه؟ انگار پول علف خرسه، ولی یه حقیقت تلخ وجود داره. اون پولها مال خودشون نبود. اونها پول ناهار بازنشسته ها و پسنداز لوله‌کش ها بود که دزدیده شده بود. امروز میخوام بهت بگم چطور با یک سیب گندیده بزرگترین کلاهبرداری تاریخ رو کردن. اسم این تکنیک پامپ اند دامپ هست، یعنی باد کن و بهتره کن. ببین، بازار بورس مثل یه سوپرمارکت بزرگه که همه چی توش هست. شرکت‌های خفن مثل اپل و آمازون توی ویترین جلویی مغازن. اما یه سری شرکت‌ها هستن که جاشون توی سطل آشغال پشت مغازه است. به این شرکت‌های آشغالی میگن پینک شیت یا سهام بی‌ارزش. جردن بلفورد چیکار میکرد؟ میرفت کل این شرکت‌های آشغال رو میخرید. قیمت هر سهم این شرکت‌ها شاید کمتر از 1 پنی بود. تقریباً مفت. حالا وقت جادوگری بود. اون سیب گندیده رو بر می داشت و رنگ طلایی میزد. به ارتش فروشنده‌هاش میگفت گوشی رو بردارید و دروغ بگید. اونها زنگ میزدن به مردم عادی و میگفتن این شرکت قرار دنیا رو نجات بده. آقا این شرکت یه تکنولوژی داره که درمان سرطان رو پیدا کرده. همش دروغ بود. مردم ساده‌لوح باور میکردن و شروع میکردن به خریدن اون سهام. قانون عرضه و تقاضا وارد عمل میشد. وقتی همه بخرن، قیمت میره بالا. قیمت از $1 میشد $2، $5، $10. مردم خوشحال بودن و فکر میکردن پولدار شدن، ولی نمیدونستن تو تله هستن. جردن و دوستاش که هنوز صاحب اصلی همه سهام بودن، منتظر اوج قیمت بودن و بوم، مرحله دامپ شروع میشد. اونها یهو همه چی رو میفروختن. وقتی این حجم از سهام وارد بازار میشد، قیمت سقوط آزاد میکرد. اون کسی که $10 خریده بود، الان سهمش شده بود 0. اون سیب طلایی رنگش پاک شد و گندیدگیش معلوم شد. جردن پول نقد رو برداشت و رفت سراغ خرید قایق تفریحی و هلیکوپتر و سرمایه گذارها موندن و کاغذهای پاره‌ای که هیچ ارزشی نداشت. چرا پلیس کاری نمی کرد؟ چون این کار توی یه منطقه خاکستری قانونی بود. ولی بالاخره طمع کار دستشون داد. اونها زیادی بزرگ شدن. FBI وارد شد. این بار دیگه شوخی نداشتن. گرگ وال استریت دستگیر شد، ولی داستان اینجا تموم نمیشه. اون فقط 22 ماه زندان بود. اونم توی یه زندان که زمین تنیس داشت. الان اون بیرون و داره به مردم یاد میده چطور فروشنده باشن. درس اصلی چیه؟ اگه کسی بهت گفت این یه راز پولدار شدنه، سریع دستت رو بذار روی جیبت و در رو. پنیر مفت فقط توی تله موشه. برای اینکه کلاه سرت نره، همین الان سابسکرایب کن تا ویدئوی بعد.